بعد از ظهر امروز در دوشنبه ملاقات سیراج‌الدین موحدین وزیر امور خارجه تاجیکستان با استانیسلاف زاسیا دبیر کل سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی برگزار شد. در ملاقات موضوع تحکیم صلح و ثبات در منطقه زیر مسئولیت این سازمان، واکنش سریع به تهدیدهای معاصر و همچنین همکاری‌های کشورهای عضو در مسائل سیاسی، دیپلماتی، نظامی و اقتصادی بررسی شده است. در پس‌منظر ریاست تاجیکستان در سازمان مذکور، سیراج‌الدین موحدین وزیر امور خارجه به هدف کشور برای همکاری‌های تنگاتنگ با کاتبات سازمان و دیگر بخش‌های این نهاد اشاره کرده است. هماهنگی کشورهای عضو جهت موضع‌گیری در سیاست خارجی، نزدیک کردن نظر کشورهای عضو در مسائل‌های منطقوی و بین المللی از موضوعهای صحبت دو طرف بوده است. همچنین جانب‌ها آمادگی‌ها به جلسه شورای وزیران خارجه کشورهای عضو سازمان پیمان امنیتی دسته‌جمعی را که قرار است بهار سال جاری در دوشنبه برگزار شود به بررسی گرفتند.